السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، کدامید که گرینیسک گذاشتن میخواهین، کمپانی حاجیان یعنی با کار درآمدگی طول چند سال شد اینها کار میکنن، گرینیسک میبردن میوردن. کمپانی حاجیان بسیار برادران اینها را رکلام کرده، تاسفانه این حال برادران نیستن. المهم که کدامید که گرینیسک گذاشتن میخواهین، انشالله رقم هایی که در روی اکران میبینین کمپانی حاجیان، میتونین که انشالله مراجعت کنین. ای میترو ولگگرسکی پرسپک انشاءالله که میگیرن با گرانیتر را میبرن و میبیارن تون. نرخش 8000 روبل میگن و با زنگ بزنین خطون صحبت کنین، انشاءالله بهتر نورون علی نور میشوه. و همون خاطر از ما یک توصیه دادن، برادران اهل اسلام الحمدلله مسلمان هستن، یعنی میفهمدگی برادران هستن الحمدلله. گفتی که با آدمی بعد ما سوید نمیتیم، آدمی تا اینکه تکاپرسیش نکنیم و انسان خبردار نشیم چگونه انسان است، او را برای مردم برای جامعه توصیه دادن نمیتونیم. برای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه چیزی که برای خودت دوست میداری او را برای برادرات بخواه، چیزی که برای خودت بد میبینی او را برای برادرای مسلمانات بد ببین. و اون خاطر برادر الحمدلله برادر خوبه، منفعت در جامعه میرسه، دستگیری میکنه به قدر استطاعت مردم نیازمنده. و هم خاطر ما برای شما توصیه دادم میتونم رقم ها در روی اکران میتونن که انشاءالله اسمیل مراجعت کنین، در خدمت است. در امان الله. السلام علیکم.